سلام، خیلی مخلصیم. این بار اومدیم با یک چالش خیلی خفن، فقط جریمه. اینم بگم که با عرفان اومدم، عرفان پندار. سلام خدمت شما. عرفان قراره که یه چنل بزنه بچه‌ها، فقط هم چالش بذاره. استارتش با من و توی این چنل همینطوری شد. خوبه. ببینید بچه‌ها، ما قراره که با هم یکی دو تا بازی بکنیم. هر کی ببره، نفر بعد که باخته تاس میریزه و از اینجا که 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12 عددهای این تاس که هرچی بیاد باید همونو مخلوط کنه و 6 تا از اینا رو ترکیب میکنه و میخوره. این وضعیت زشته، کثیفه، مستحجنه. حالا باید ببینیم عرفان ترکیبش چیه و من ترکیبم چیه. 4-4-2 این بازی به این شکلی که ما اینو پرت میکنیم، باید اینجا گیر کنه. هر کی میلش گیر کرد یه دونه چوش چوبک چوبک نه، این چوبو یه دونه باید بذاره جلو، هی جلو تا تموم کنه. سابسکرایب کنید، بریم بیایم تا بازی رو شروع کنیم. هر کی اینجا به بازه اولین تاس رو میریزه تا ترکیب اول نصیبش بشه. پس شد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. شکلات آخریه. بریم. 1 2 3 آره. تو خیلی بیشتر از من بازی کردی. و اینجا تمام میکنه. یه دونه دیگه مونده. تو چرا ناامیدی؟ بابا نکن تو رو خدا، بازی رو عوض کن. و پایان. حالا میریم برای تاس ریزی آقای عرفان تا ببینیم جریمش چیه. شیش 1 2 3 4 5 6 شربت بلو کاراساو، همون بلوبری خودم. فقط همینو میخورم میگردم. بیا اینو بخور. تری بخوریش. نه باید ترکیب شه. 6 تا ترکیب شه. خودم باید انتخاب کنم. تاس میریزی. 6 تا تاس. بازی بعدی بازی سنگ کاغذ قیچیه. آماده ای؟ تا 3 میریم سنگ کاغذ قیچی رو. سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی. یکیش سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی. آقا سریع. سنگ کاغذ قیچی. 2 هیچ. سنگ کاغذ قیچی. 2 1 سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی. میریم برای جریمه. علی 6 منصفانه است اینجا. بلو کاراساو دیگه حذف شد چون هم من ریختم هم عرفان. بازی بعدی بازی خود تاس دوستان. تاس میریزیم، هر کی عدد بیشتری آورد برنده میشه. 1 2 3 حالا این نگاه این فرمایی میگیره. ای آدم استرن. 3 2 1 6 2 6 باید تاس بریزیم. آماده ای؟ چرا دوتا میگم 1 2 3 7 وای 1 2 3 4 5 6 7 قابلیمون. پنجم. بازی بعدی بازی تعادل. یه تاس میریزم، اینجا عددهای 1 2 3 4 5 هست. یه تاس میریزم، هر عددی که اومد، یعنی مثلا 5 اومد، روی 5 میذاریم، روی 5 باید بریم بالا. یعنی بعد عرفان میذاره، بعد من میذارم. هر کی که خراب کنه این جریانو باخته. اوکی؟ میخوام بریم تاس بریزیم تا ببینیم کدوم خونه شروع میشه. برسیم. چند؟ 2 خونه شماره 2 میشه
این خونه شماره 2 اومد و ما باید شروع کنیم. روی این بذار که دوربینم. و عرفان کنار میوازه. میریم برای تاسریزی عرفان. میشه شکلات بیار جو 6 بیارم. دوبار 3 1 2 3 خیلی خرشانس. آبزرش تمام متفاوت. چالش همون سریع انجام بشه. فقط میریم روی سنگ کاغذ بچی. درست؟ یه دونه این، یعنی هر کی باخت تمام. سنگ کاغذ بچی. یس. 6 و 4 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نوشابه. ترکیب بلوبری، بریز. بریز دیگه. کاپو. خدایی ترکیبش خوب. ترکیب بلوبری، آبزرش و نوشابه شد 3 تا. یه سنگ کاغذ بچی دیگه بریم. 2 تا. نه یه دونه سریع بریم. یک سنگ کاغذ بچی. سنگ کاغذ بچی. سنگ کاغذ بچی. سنگ کاغذ بچی. ایز. میریم برای تاس. 1 2 6 7 فلفل. نه دیگه اینه. نه دیگه. داشت تو هم 7 آورده بود. نه من 7 نبردم. 1 2 3 4 5 6 7 دیگه داشت. این 8 دیگه. فلفل 8 دیگه داشت. آبلیمون ریخته بودن. آره ریخته بودی. A few moments later. میریم برای خدا چه کاری بود. 7 بازم هم یه بار دیگه 5 1 2 3 4 5 چیپس. برای اینا فعلا آبیجات اومده. چه ربطی داره؟ مزش مایات. بله من متوجه میشه. چیپس کم نریختی انصاف. داشت یه دونه چیپس ریختن دیگه. شبیه جزیره اینجوری بود. خب بریم باز سنگ کاغذ بچی. سنگ کاغذ بچی. آره چیه ضرر کردی؟ نه خلاصه که باید 6 تامون رو بریزیم. 6 تامون رو میریزیم. منم شدم 3 تا. آب لیمو، چیپس، بلو کاراسو. سنگ کاغذ بچی. چرا؟ 8 فلفل. این بده. فلفل قرمز. این از زیبایی آقا یه سوال، اگر شما به 6 برسی و دیگه من نمیریزم بعد تو فقط یه سر باید چرا؟ خب این من دیگه چالشه دیگه. کلن جریمه گفتم کلن جریمه. کلا شما دیگه میشه همه اعتماد کردم بیشون. خب آب بزنیم میشه من بای میدم نامرد بیشون. آقا میگم بیا چیز کن. فقط تاس بریز. من خسته شدم. تاس میریزیم. هر کی عددش به 8 و 9 نزدیکتر بود برنده است. یعنی جفت 5 بیاد میشه 0 چون 10 یکانش حساب میشه. یا 5 و 6 بیاد میشه 11 میشه 1. جفت 6 12 یعنی 2. فقط یکان حساب میشه. دهگان حساب میشه. 6 عرفان 6. عدد شانس من 6 7 7 چیه؟ عرفان باخت. الان باید تاس بریزه. آخ خدایا عرب معنا 2 بیاد. ووو 3 رو ریختی. اینو ریختی. این برای جفت 6 من میگم تاس تو عوض 5 1 2 3 4 چیپس. نه بدون خوب بردادی. اون چیه؟ من 2 تا بردارم. 2 تا بردار. نمیتونم بخور چه؟ بسته آره چیپس هم حذف شد. بلو کاراسا هم حذف شد. آب لیمو هم
حذف شد چون هر دوتا همون ریختیم دیگه نه؟ تابلو نریختی. چرا ریختم آقا؟ دومیش آبلیمو بود، بازبینی کن. نه دومیش این بود. حالا سومیش یه چیزی بود ریختم. سومیش نوشابه بود. آبلیمو نریختی. آقا بس یه دونه اینو ریختی. زرشک ریختی. نوشابه ریختی. بلوکاراسا ریختی. چیپس 4 تا شد. خب آبلیمو اومد گفتی 7 تومن، گفتی آره 7 هم استفاده کردی. اینا شاهدم. اینم هضم. چون عددا زیاد چیز نیست. یه ذره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ببر دیگه شکلات. میگم که ببین میخوای برای اینکه بیشتر وقتشون گرفته نشه بیان از همین بازی سنگ استفاده کنیم. چون میبری باشه بیا. یکی در میون. نه سنگ کاغذ قیچی. برش. چرا؟ یکی بود راست. میریم برای تاس ریزی. آماده؟ بله. برو 9 ببر 7 1 2 3 4 5 6 7 نوشابه. پس نوشابه هم حذف شد. این بودی دیگه. آره. چند تا ریختیم تو چیز تو 2 hours later. تو 4 تا من 5 تا. تو بلوکاراسا آبزرش چیپس و نوشابه شد 4. من چیپس فلفل آبلیمو بلوکاراسا خورد. میادم از همین الان در ارفان تو قراره تو چنل چی بذاری؟ من پر از چالش. ببین دوست دارم مثلا خودم رو خیلی دوست دارم با چالش های زیاد روبروشم و همیشه هم سعی میکنم که اولین نفری که همه چیز رو تست میکنه خودم باشم. همه چیز میذارم دیگه. در مورد چالش همه چیزای چالشی چنلشو میذارم چون تازه شروع کرده. حالا اگه دوست داشتید ما هم که زیاد ساب نداریم به لطف شما انشالله میریم بالا. عرفان هم سابسکرایب کنید. الان 4 نه 5 4 یه دونه من میریزم 2 تا تو یا بیا یه دونه تو بریز که بشی 5 بعد من میریزم بعد تو بریز. شو 4 1 2 3 4 فلفل تند از این سیردار هم هست. سیر داره؟ نه آقای سید مدلوک سیده آن ستا مبلغ کارتون. نه یه چیز تبلیغی نداریم. تبلیغی نداریم ما اصلا. چون نیمه خوبه دیگه باید چیز کنیم. الان من پاس میزنم دیگه ویدیو نمیگیرم دیگه صادقانه همه 4 فلفل اینه. من حال ادامه دادن ندارم صادقانه، یعنی به زور دارم ادامه میدم. کارما آقا من یه فلفل دارم. خب ندید ما دیگه نمیتونم. مادایی بذار یه چیز دیگه بریزم ببین الان باز دوستان فکر میکنن داستان پشت پرده و توانی و میگن نه مثلا بزن داشتی از تو بیشتر. آره نه دیگه خودی آره بزرگی لازم میشه. خب من 6 تام تموم شد. فلفلم هضم میشه. چون آبزرش کم ریختی آبزرش کم هضم میشه. بله. درسته؟ میشه 1 2 3 4 5 6. شما نمیخوری بعد بریزن؟ نه بریز با هم میخوریم. با هم میخوریم. بله. 5 1 2 3 4 5 دوغ گازدار آولی گاز دوغدار. میریم برای آولی. چه بویی میترسم بالا بیارم. این ترکیبیه که برای من افتاده. این ترکیبیه که برای سفیدم هست. زرد اون چیپس قاطی شده تو سفیدی دوغ. که گندی قاشق آوردودم هم بزنیم ولی دیگه مثلا نیازی به هم زدن نیست و این ترکیب اوف بهش فکر نکن. حالا ما پایانیم ولی یادم اومده که بهتون بگم که لایک و کامنت و ساب یادتون نره. سابسکرایب کنید. بریم برای ادامه. امیدوارم که نمیریم.
آخرش سیخ شده بود، غلیظ بود، یه چیزایی تو ذهنم. چیپسه بدش کرده. آره اینجوری انگار دون دون داره وای. بسه تخورم. نه بخور دیگه تموم کنیم. گذاشتی اونجا؟ اوف تنده. تند بود سریع بود. اگه دوست داریم بازم یه همچین چالشایی داشته باشیم تو کامنت ها به ما بگین. خیلی ترکیب بدی بود، ترکیب فلفل به خصوص. اوف چیپس هم هیچ وقت توی آب نندازیم مثلا اینقدر بد میشه نه؟ آره خیلی واقعا دندونش اصلا میخوره تو گلو. همون هر روز دارم میسوزم. من واقعا نمیتونم مثلا حرف بزنم، گلوم میسوزه. لایک و کامنت و ساب یادتون نره. خیلی مخلصیم، خیلی با عشقی، دوستتون دارم. با ویدیوی بعدی برمیگردیم. عرفان منم دوستتون دارم. شب همگیتون بخیر. منتظر من باشید. عرفان میاد با رویکردهای جدید. با ایده های جذاب. باشه بابا فلفلی میکنم. شب بخیر.